برخی کارمندان شرکت‌های تجارتی در تاجیکستان میگویند تلویزیون دولتی کشور نوارهای تبلیغاتی آنها را که اشتراکچیانش بارش است بدون پیشنهاد سند حقوقی نشر نمی‌کنند. این در حالی است که از کمیته تلویزیون و رادیو میگویند چنین محدودیت از جانب تلویزیون‌ها پیش بینی نشده است و این طلب آنها اساس ندارد. یک نماینده شرکت تجارتی بعضی پلوس گفت چند روز پیش برای نشر نوار تبلیغاتی به یکی از تلویزیون‌های دولتی مراجعت کردند، ولی آنها از سبب آنکه مجری نوار ریش داشت از پخش آن خودداری کردند. سببش را طلبات کمیته تلویزیون و رادیو شرح نداد. هرچند خود تلویزیونی که ما برای آنها نوار تبلیغاتی آماده کردیم برای ما مراجعت کرده شرطنامه بستند که ما نوار را پیشنهاد کنیم، ولی بعد پیشنهاد نوار گفتند از سبب آنکه در نوار تبلیغاتی یکی از اشتراکچیان ریش دارد آنها نمیتوانند آن را پخش کنند. به من شرح ندادند که در رابطه با این مسئله یگان کار، فرمان یا سند حقوقی قبول شده است یا نه. گفت همصحبت ما. منبع ما گفت هرچند کوشش نمود به آنها فهمانند که بین ریشی که خاراکتر دینی دارد و ریشی که خاراکتر ایمیج سازی دارد فرق گذارند، ولی آنها گفتند نمیدانند. سفارش است که چنین نوارها را نشر نکنند. او میگوید چنین مانع گذاری در پخش نوارهای تبلیغاتی بار اول نیست. پیشتر نیز آنها با چنین مانعها روبرو میشدند. از کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان گفتند چنین تصمیمی در کار تلویزیون ها نیست و در این باره یگان قرار دخلدار یا سند حقوقی قبول نشده است. اگر در نوار تبلیغاتی معیار اخلاق رعایت نشود منع میکنند، ولی برای ریش چنین محدودیت نیست. در تلویزیون فرمت معین است، مثلا لباس، چهره، آداب سخن و قاعده های املایی باید پوره رعایت شود. در آن فرمت درباره ریش عموما چیزی گفته نشده است. گفت سخنگوی کمیته تلویزیون ابراهیم احمدوف. از پخش رکلام تلویزیونی سفینه هم گفتند که چنین محدودیت در کار آنها نیست و چندین نوارهای تبلیغاتی شرکت‌های تجارتی امروز در تلویزیون آنها نشر می‌شوند که شرکت کنندگان ریش دارند. منع نوارهای تبلیغاتی با اشتراک نفری که ریش دارد در حالی است که بجز از موی سفیدان اولو در تلویزیون‌های دولتی نفرانی که ریش دارند تقریبا نشان داده نمی‌شوند. در تاجیکستان دستور رسمی منع ریش وجود ندارد. مقامات توجه از حد بیش مردها به ریش را به بالا رفتن هوای مذهبگرایی ربط می‌دهند. شهروندان میگویند مقامات با استفاده از مبارزه با تندگرایی آزادی آنها را محدود می‌کنند. بحث ریش نه تنها در تلویزیون بلکه در دیگر موردها هم به نظر می‌رسد. مثلا چندی پیش بحث ریش در شناسنامه‌ها داغ شده بود. روزنامه‌نگار تاجیک دلیر امامعلی به دلیل داشتن ریش نتوانست شناسنامه یا کارت هویت نو بگیرد. مقامات گفته بودند که آن رسما من نیست ولی باید تراشید و بعد شناسنامه گرفت. همین طریق از بحث ریش میان ملاها چند سال پیش برخی مقامات پیشنهاد کردند که برای سالخورده‌ها از 50 ساله بالا اجازه داده شود که ریش تا 3 سانتی متر داشته باشد. از جمله وزارت معارف در سالهای 2009 گفته بود که آموزگاران تا 50 ساله نباید ریش داشته باشند و از 50 ساله بالا میتوانند ریش تا 3 سانتی متری داشته باشند. در سال 2012 شورای علمای تاجیکستان با دستور کمیته دین کشور اندازه ریش را برای پیروان مذهب حنفی مشخص کرده بود. این شورا گفته بود که بر اساس مذهب حنفی مرد مسلمان میتواند ریش به اندازه مشت خود داشته باشد. همچنین سالهای پیش رسانه‌ها از رید مقامات به خاطر به تنظیم درآوردن ریش مردان خبر میدادند. حتی تابستان سال 2015 بهرام شریفزاده سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان گفته بود که در ظرف یک سال ریش 12818 نفر را به ترتیب درآوردند. اما با وجود این همه زد و بندها تا کنون در تاجیکستان نه در سطح قانون و نه در سطح سندهای دیگر معیاری و حقوقی گذاشتن ریش منع شده است.